آقا سلام، با یه برنامه دیگه از نظرمه مهمون خونه هاتون شدیم. من پوریا هستم به همراه حمیدرضا. دوباره اومدیم با یه برنامه دیگه. ما توی نظرمه سعی میکنیم که نظرمون رو به صورت کاملا صادقانه و خیلی شفاف درباره موضوع اجتماعی خدمت شما بیان کنیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم توی کامنت ها ما رو همراهی کنید و نظراتتون راجع به موضوعاتی که ما راجع بهش صحبت میکنیم بدین که با هم یه تعاملی داشته باشیم. این اولین قسمت از برنامه نظرم است که دیگه صوتی نیست، یعنی از اینجا به بعد دیگه احتمال زیاد خدا بخواد به حول و قوه الهی و این داستانا تصویری میشیم و کلی برنامه داریم. احتمال زیاد کلی مهمون واسمون میاد توی قسمت‌های بعدی، احتمال خیلی زیاد، ولی اگه نیومدم شما ما رو تحمل کنید دیگه این داستان. خب امروز یه موضوع خیلی جذاب داریم و می‌خوایم راجع به کارما صحبت کنیم. شاید راجع به این موضوع زیاد صحبت دیده باشین تو فضای مجازی، قطعا دیدین پست‌های مختلف آقا کارما برمیگرده فلان بیسار و این داستانا، ولی فکر میکنم این صحبتی که امشب ما میخوایم بکنیم و تا حالا نشینده باشین این مدلیشو راجع به کارما، چون یه ذره خودمونیه و از یه دید دیگه نگاه میکنیم، شاید یه ذره متفاوت باشه. حتما ما رو تا آخر ویدیو همراهی کنید و خیلی ممنون که یه لایکی هم یه سابسکرایبی هم یه چیزی هم بزنید که دیگه دمتون گرم. عالی میشه. شما صحبتی نداری برای ابتدا؟ نداری. آقا یه سر ما میریم سر موضوع. ببین اول بیا از این شروع کنیم. آقا شما به کارما اعتقاد داری یا نه؟ خیلی باز از این سوال کلی. آره کنه اولش کلی میرم که بعدش چیز میکنم. آخه من به کارما اعتقاد دارم اما با تفسیر خودم. ببین مثلا الان من اگه به تو بگم کارما چیه تو یه چیزی میگی، خب ولی مثلا ممکنه تو قشر تو کارما رو این شکلی ببینن، خب ولی مثلا چه میگم یه قشر مذهبی کارما رو اینجوری ببینه اگه سوسکو بکشی این یه جا، مثلا اگه چه آشغال تو از ماشین پرت کنی بیرون این یه جا خفت تو میگیره، داستان میشه واسه برمیگرده. خب تو خودت چه مدلی بهش اعتقاد داری؟ توصیف خودم اینجوری نیست. چجوریه؟ توصیف من خیلی طولانیه، بریم بالا. خب ببینید سوال مثلا بپرسم. مثلا شما بذار از این دید وارد شیم. شما فکر میکنی که اگه جایی به یه کسی یه محبت یا کمکی بکنی، خب یه جای دیگه که خودت به مشکل خوردی این کمک یا محبت برمیگرده؟ نه من به این اعتقاد ندارم. من اینو یه چیز جالب بگم. من این پس ذهن خودم هستا، یعنی اگه دارم یه محبتی به یه طرفی میکنم مثلا میگم خدا رو خوش بیاد، نمیدونم یه چیز این شکلی، یه چیزای این شکلی باورای مذهبیه که تو سر همه حداقل مردم ایران، یه کسایی که تو ایران زندگی کردن به دنیا اومدن وجود داره. خب ولی نه اعتقاد ندارم که برمیگرده. خب ببین الان یه مسئله پیش اومد. ببین ما الان میریم به یکی کمک میکنیم یا یه محبتی میکنیم، نظرم خود من اینه که اگه تو الان تو این زمونه واسه کسی کاری میکنی و دنبال نتیجه ای از طرف هستی، یا از طرف یا از جامعه، خب برعکس این که خیلی ها میگن که نه من دلی یه کاری رو میکنم، نمیدونم چه میدونم واسه این که حس خودم خوب بشه این کارو میکنم اینا، ولی نظر من اینه که توی این جامعه و توی این جای مکانی که داریم زندگی میکنیم، شاید توی جای دیگه یه جور دیگه باشه، ولی توی این مکانی که داریم زندگی میکنیم اصلا از این خبرا نیست که مثلا تو یه کاری بکنی بگی آقا مثلا من همینجوری مثلا کارا رو انجام دادم اصلا مثلا مهم نیست حالا تو جامعه برگرده یا یارو انجام بده. میبینی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا تو مثلا هی واسه مثلا یه نفری هی تولد کادو بدی، خب اون مثلا بهت کادو نده، میگی آقا یه بار نداشت، نه دو بار نداشت، سه بار نداشت، 4 بار نداشت، دیگه بعد این مدت تو هم نمیدی. میدونی داستان چیه؟ من نظرم اینه، من میگم آقا اگه یه جایی من دست یکی رو میگیرم یه حالی به یکی میدم، خب باید یه جوری من بابت اون کار ارضا بشم، خب وگرنه دیگه اون کارو نمیکنم. خب حالا من میرم به یه نفری تو، حالا فرض کن یه مثالی بزنم که واضح باشه، مثلا فرض کن که آقا یه نفری تو خیابون مثلا من دارم با موتور رد میشم، یه نفری مثلا موتورش بنزینش تموم شده، خب من به این آدم بنزین میدم، خب میزنم بغل و بنزین میدم، خب
عام این شکلیه، میگن تو نیکی بکن و در دجله انداز که ایزد فلان باز. اگه اینجوری باشه، من جایی که مثلا بنزین موتور خودم تموم میشه بعد یکی بیاد به من بنزین بده، یا مثلا چه میدونم موتورم خراب میشه یکی بیاد موتورمو درست کنه، خب من خودم به این اعتقاد ندارم. خب. یعنی تو اگه به یکی کمک کنی جایی که مثلا همین مثالی که زدیم بنزینش تموم شده، تو بنزین تموم شه قطعا یکی نمیاد که کمکت کنه. خب پس من چرا به اون آدم کمک یا من نوعی چرا به اون آدم کمک میکنم؟ چرا به یه نفری که مثلا بنزینش بغل خیابون تموم شده من میرم کمک میکنم؟ خب من حالا تو نظر خودتو بگو. یعنی اگه تو نوعی بری کمک کنی برای چی کمک میکنی؟ من یه نظریه است خب میگم راجع به تفسیر من از کارما خب اینجا توی این اتفاقی که تو تعریف کردی از نظر من پاداشم رو میگیرم از طریق کارما. حالا کارمایی که من توصیفش میکنم الان یه چیز متفاوته با اون چیزی که حالا بقیه شاید ازش فکر میکنم. من بگو ببینیم چیه. به این اعتقاد دارم که ما کسی نشسته مواظب ما این مثلا الان وضو رو گرفت بعد با پای راست را اینا چرت و پرت از نظر من. حالا سعی کن زیاد وارد داستانه چیز نشی. آره ولی که نه جمعمون هم قسمت دوم میام با بیل جمعمون. خب اینا رو من خیلی قبول ندارم، ولی در هر صورت چیزی که بهش باور دارم اینه که احساسم بر اینه ما توی خودمون همه چی تومونه خب و یه چیز خیلی کلی باید تعریف کنم. حالا همه چی تومونه خب و این مثلا میگم اگر یه کار به اصطلاح مذهبی میگم خیر خب یه کار خیر انجام میدی کم یه خیر نه مثلا نه مثلا یه کاری نه یه کار خیری انجام میدیم در لحظه پاداشمون رو توی مغزمون میگیریم خب با نورون‌های مغزمون که این داستان با اطلاعاتی که من دارم نورونم میگم شما میگید با اطلاعاتی که من دارم حداقل 80% به اثبات این داستان نزدیک شده بشر. خب یعنی تو میگی من اگه بگی یکی حال بدم یا مثلا یه کمکی بکنم اون حال خوبم از کمک به اون پاداشمه. تقریبا آره اینو گفتی. آره دیگه. یعنی تو کارما رو این میدونی؟ کارما رو این نمیدونم که مثلا تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد فلان. خب ممکنه اتفاق بیفته، شانسی هم ممکنه اتفاق بیفته. خب ببین کسی که به کارما اعتقاد این شکلی داره خب ببین الان مثلا من به کارما به قانون مورفی مثلا فرض کن اعتقاد داشته باشم. اینی که تو گفتی رو اصلا قبول ندارم. حالا الان توضیح میدم. الان من بهت میگم به قانون مورفی اعتقاد مثلا فرض کن الان دارم خب حالا الان وسط ضبط شانسی این دستم میخوره میفته زمین خب اینو ربطش میدم این اینجوری بود که اینجوری شد که اینجوری شد. ولی منظورم اینه که آدما ولی اگه بخوایم دو تا چهار تا ببینیم اینجوری نیست. ممکنه شانسی اتفاق بیفته ممکنه اتفاق نیفته. ولی این نظریه که میگه آقا شما لحظه‌ای که کار درست رو انجام میدی فلان اتفاق در مغزت میفته. خب به عنوان مثال خب کار خیر از نظر من و از نظر حتی دین این نیست که فقط در قبال دیگران باشه. کار خیر در قبال خودت هم هست و اصلا توی کتب دینی خیلی راجعش صحبت شده. خب میگه کار خیر مثلا به عنوان مثال شما اگه بری باشگاه تمرین بکنی خب یه کار خیره در قبال خودت. دینیش خیلی ربطش میدی دین؟ نه دین ربطش نه یه کار خیره در قبال خودت خب که در مغزت اتفاقای بیوشیمی میفته که در اصل انگار حالت خوب شده و این به نظرم این کارماه اگه بخوای اینجوری در نظر بگیری. حالا من نظرم من اینی که گفتی رو قبول ندارم. خب من از اول بگم بذار همون مثالی که زدم و ادامه بدم. یک این که تو ادامه صحبت تو هم هست البته
این که مثلا فرض کن من به یکی که بنزینش تموم شده کمک میکنم، خب، و من یه جا بنزینم تمام میشه و کسی کمک نمیکنه، خب، خیلی ها میتونن بگن آقا این خب پس این کارما وجود نداره. خب یه موقع از من به یکی که بنزینش تموم شده کمک میکنم، خب یه جا دیگه مثلا پام شکسته تو خیابون، یکی میاد سوارم میکنه، خب، بعد یارو میگه دیدی اونجا من بنزین کمک کردم، اینجا پام شکسته که اومد سوار کرد. خب میگم ربط میده دیگه. آره من اینو قبول ندارم. ببین تو من اگه مثلا میام چه میدونم بذار یه مثال بزنم که واضح بیان بشه. مثلا فرض کن تو ازدواج میکنی، من میام عروسی تو یه کادویی میدم، خب من ازدواج نکردم، تو میای یه تولد من یه کادویی میدی، خب در قبال جبران اون، این اصلا به هم ربطی نداره. در صورتی که تو جامعه ما خیلی این کارو میکنن یعنی مثلا چه میدونم یارو مهمونی خونهشون یکی رو دعوت میکنه، ولی اشکالی هم نداره. اشکال داره به نظر من. حالا بذار من توضیح بدم. یارو مثلا من مثلا یه شب خونه‌مون دعوتت میکنم، تو برای تشکر از اون میای فردا مثلا چه میدونم یه پیرن به من میدی، خب خیلی تو جامعه رواله این داستان، یعنی اصلا اهمیت هم نمیدم. فرداش میای این کارو حالا مثلا یعنی چند روز بعدش حالا مثلا میای در قبال اون داستان یه مناسبتی، نه در قبال تشکر از اون، یا مثلا به جای حالی که اونجا تو به من دادی من اینجا مثلا به یه لباسی برات میخرم. او مولت حالی کسی اسم این کار نکرده. حالا مثال میگم. خب یه چایی مهمونت میکنم ولی مثلا. اگه این کارو بکنه نه من به مر میخوره. حالا اگه به مناسبتی باشه، مثلا میگم من تولد تو، مثلا همون عروسی و تولد خوبه؟ نه اصلا دو تا تولد. خب تولد تو مثلا فرض میگیریم چه میدونم فروردینه، واسه من تولدم خرداده. خب من فروردین به تو یه کادو دادم، تو هم تولدم بهم یه کادو میدی. آره. این مشکل نداره. نه مشکل نداره. آره. نه من میگم ببین برای اگه این که به تو باید... اونو جبران بکنه، آره من اصلا با این فرهنگم مشکل دارم که آقا مثلا یکی میاد نظری میده مثلا تو ظرف خونهشون واقعا براشون مثلا آش ریخته، آره. یا مثلا شعله زرد درست کرده، بعد شما میخوای برگردونی مامان بزرگا و مامانای خیلی قدیمی میاد توش مثلا چیزی بریزه. آره آقا ول کن دیگه ظرف طرف بره. من دقیقاً بحثم اینه، شاید با بد راهی وارد شدم ولی منظورم اینه که هر چیزی به جای خودش. یعنی من موقعی اون کارما رو قبول داشتم، خب این کارمای همین بنزین موتور رو که دقیقاً همون بنزین موتور واسه من پیش بیاد، خب و این مدلی شد و یه نفر بیاد من بنزین بده، خب مثلا یه بار این کارو بکنم، یه بار ببینم، از نظر عقلی مثلا دو چهار تا جور در میاد، میگفتم ایول پس یه چیزی هست، خب ولی به نظر من این داستان نیست. یعنی اگر تو بیاری بنزین به یکی بدی، یکی دیگه یه جا دیگه بیاد مثلا پات شکسته زیر کتف تو بگیره، به نظر من این کارما نیست، چون برابر نیست. اون یه داستانیه، این یه داستانیه، خب به هم ربطی نداره. پس اینو من اصلا خودم اعتقاد ندارم. یعنی اون کاری که واسه یکی کردی همون کار یه جا دیگه واسط بشه، یا اون کاری که واسه یکی کردی یه مدل دیگه‌اش باشه، جفتش من قبول ندارم. چون اولین اتفاق نمیفته تو 99% اوقات، یعنی تو به یکی بنزین بدی نمیاد بهت بنزین بده. دومی هم ربطی به هم نداره، یعنی تو بنزین به یکی بدی بیاد کتفتو مثلا بگیره پات شکسته بلندت کنه، اصلا ربطی به اون نداره. خب آره این است. با نظریه من کجاش مشکل داره؟ انا میگم من اینجا که تو میگی آقا من از نظر ذهنی خودم ارضا میشم و پاداشمو میگیرم، من با این مشکل دارم. چرا؟ چون ببین این شاید یه بار دو بار سه بار آدمو چیز کنه، اوکی کنه، خب ولی اگه تو ببینی آقا هی داری به همه کمک میکنی هیچکی بهت کمک نمیکنه، چی؟ میگه دیگه خداحافظ. خب آره خب پس اینو من قبول ندارم. چون ببین تو داری تو جامعه زندگی میکنی، خب چند بار تا حالا بنزین تموم کردی؟ من یکی دو بار. چند بار تا حالا موندی کنار خیابون؟ همین یکی دو بار دیگه. نه ببونی هیچکی کمکت نکنه. همین یکی دو باری که موندم هیچکی کمک نکرد. ولی من خودم بالای 4 بار بنزین دادم به یکی. دادی به آره. هیچکی هم کمکم نکرد. البته منم کمکی نخواستم نه خب مثلا یکی از بغل خیابون وای میسه اینجوری باتری نگه می‌داره. خب نه من موتورمو گرفتم رفتم سمت پمپ بنزین. خب تو به اونایی که کمک کردی اونا کمک می‌خواستن. خب دیگه ببین یه سکانسه، خب توی این هم نکته یا یعنی از مسیر یه میانبری زدی. یه سکانس توی فیلم
در جستجوی خوشبختی. ای والله. خب یه داستان یه پدر پسر، همه احتمالاً دیده باشن دیگه. یه پدر پسره که بابا با یه داستان خیلی طولانی و اینا در جستجوی خوشبختیه. خب پسرش یه جای فیلم یهو براش داستانی رو تعریف میکنه، میگه که یه پسر کوچیکم داره که همراهشه تو فیلم، میگه که حالا دقیق یادم نمیاد ولی مفهومش اینه، میگه این همه رو تا اینجا ما دیگه نمیاد. نه آقا دیالوگ دقیقش نمیاد دیگه. این همه داستان گفتم اینجا هم که یادم نمیاد دیگه، الله خودتون مفهومش این بودش که میگفت توی یه دریایی یه کشتی غرق میشه، ناخدای اون کشتی با یه قایقی تو دریا در حال حرکت و همش به خدا میگه که مثلا خدایا تو رو خدا من از این وضعیت نجات بده، فلان کن، بسار کن، اینجوری کن اونجوری کن اینا. بالاخره یه کشتی از بغل اینا رد میشه. کشتی از بغل اینا رد میشه، ناخدا هیچ کمکی از اینا نمیخواد. هیچ رد میشه، تموم میشه. بعد میره جلوتر میبینه یه قایق رد میشه. دوباره میترسه مثلا دستشو بلند کنه یه کمکی از اینا بخواد. بعد میمیره. بعد خدا بهش میگه که آقا من 2 نفر فرستادم تو رو نجاتت بدم، تو خودت نجات نمیخواستی پیدا بکنی. این داستان وجود داره. این داستان وجود داره. ولی ببین از اون طرف هم اون هست مثلا آدم میبینه یه نفری بغل خیابون وایساده و این اتفاق واسه منم افتاده که مثلا من یه موقع با موتور بغل خیابون وایسادم، حالا مثلا فکر کنم پنچر بودم، خب هیچ کمکی هم نخواستم ولی یکی اومده گفت مثلا داداش پنچر شدی مثلا هولت بدم، با موتورش هول داد. خب از اون طرف هم شده که من یکی کمک نخواسته و رفتم کمک کردم، یعنی بنزین دادم بهش. ولی در کل ببین با این چیزی هم که تو گفتی من باز قبول ندارم. یعنی اگه بخوایم وصلش کنیم به اینجوری میشه که چون اون کمک خواسته و من بهش کمک کردم، منم اگه کمک بخوام بهم کمک میکنن؟ نه اصولا. یعنی 100% نیست. اگه تست کردی داداش بکنیم 100 نیست دیگه. نه مثلا 50 نه 50 ممکنه بیشتر باشه، ولی اصلا همون 50 الان آره. شما ببین ما آخه بنزین هم یه چیزیه که یارو دلش میسوزه تو رو میره، ولی اصلا یه مثال دیگه. ببین ما یه مفهومی داریم به اسم ووکا. خب ای والله. آره. خب به عصریه که داریم توش زندگی میکنیم بهش میگن جهان ووکا. خب یعنی یه جهانیه پر از ناآگاهی، پر از عدم قطعیت. خب و دو سه تا دیگه هم داشته که یادم واقعا نمیاد. آره اینا رو برای خودتون برید سرچ بزنید کاملش. آره دیگه ووکا رو در ووکا ورد. بعد و تو جهانی داریم زندگی میکنیم که هیچ عدم قطعیتی وجود نداره. یک زمانی خب ما وارد ووکا نشده بودیم و کسی بهتر میتونست دووم بیاره که به سنت‌های سفت و سخت اعتقاد داشت، بعد اصلا جامعه به این سمت بود، بعد آدم‌های استوار بهتر بودن، بیزینس‌هایی که هولدینگ توری بودن بهتر بودن. ولی الان وارد یه عصری شدیم مثلا طرف میشونه پشت یه لپتاپ یا حالا مثلا انیمیشن میسازه، نمیدونم ترید میکنه، نمیدونم با فتوشاپ کار میکنه، هیچ هولدینگی نداره. یهو میبینی قد یه هولدینگ داره سود میکنه اون طرف. خب فریلنسری. پس الان دنیا و طبیعت اصلا این شکلی شده که مثل این میمونه داری تو جنگل راه میری، نمیدونم تا حالا اینو تجربه کردید، هوا آفتابی اصلا اوکی، یهو بارون میاد با همون آفتاب، یهو تو آفتاب یهو بارون میاد. خب اگر یه آدمی باشی که خیلی سفت و بسته باشی که نه بارون به من خورد، چرا الان سفر خراب شد. آره. خب اینجوری نیست دیگه، الان این مدلیه، بارون میاد یهو سیل میاد یهو اگه آدمی که عشق کنه منتظر رنگین کمونه میگه جانم بارون اومد تو. آره الان این مدلی شده و تو دنیایی که از عدم قطعیت انقدر زیاد شده درصدش تو ووکا ورد، شما اصلا راجع به هر چی صحبت کنی نسبی صحبت کرد. بله اصلا راجع به هر چی اجازه بده قبول کنم این داستان باشه. آره. ولی اون چیزی که من یه قانون کلی رو بهش اعتقاد دارم و یه فیلمی هم هستش، یه فیلم ایرانیه
که حالا تبلیغات نشه مثلا ما چون یادم هم باز دوباره نمیاد. خب اینو میذاریم تو کامنت اش کنین. چی رو؟ فیلم رو؟ اسم فیلم یه فیلم ایرانیه اگه اشتباه نکنم. راجع به این موضوع یارستمی ساخته. آره نمیدونم، خیلی خفن بود. راجع به داستانش این بودش. میخوای داستانو بگی؟ نه یه کاری کوتاه. خلاصه داستان بگی. یک خیانتی شکل میگیره توی فیلم که واقعا خیانت نبوده اما سوء تفاهم بوده. خب یک اتفاقی میفته برای یکی از اون آدم‌ها. دروازه میان بالا؟ نه در بسته است میام. حالا اونوشو دقیقا اونجاش هم دقیق یادم نمیادش. خلاصه اون آقایی که به خانمش شک کرده بود طی یه داستانی خودش براش این اتفاق میفته و خودش خیانت نمیکنه و اونجا میپذیره که زنه هم خیانت نکرده و واقعا هم زنه خیانت نکرده بود. خب تماشاچی متوجه این داستان شده بودش. آره. ولی خب مرده نمیتونست متوجه. خیلی داستان جذابی بود از این بابت که به این ربط پیدا میکنه، به این چیزی که من بهش اعتقاد دارم. آدم‌ها تو دنیای باورها و اعتقادهای خودشون زندگی میکنن و دنیا رو همون شکلی تجربه میکنن. آره قطعا. یه مثال بزنم خیلی ساده. من یه رفیقی دارم به اسم مثلا محمد رضا. ایوالله. ببین دریا میره خوش میشه دریا. یعنی اصلا آفتاب آب میبره. یعنی اصلا یه چیز عجیبیه. خب و خودش هی اینو میگه، جذب میکنه بیشتر و نه اصلا باورشه که آقا من شانس ندارم و واقعا بعد شانسی میاد. میگم جذب میکنه دیگه. بعد شانسی رو جذب. من زمان میدونین که باورهای آدما توی بچگی خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تره که شکل میگیره دیگه. تو بزرگسالی واقعا نمیشه خیلی تغییرش نمیشه که سخت کم اونم میتونی تغییرشون بدی، مهارت کنترلشون رو دست میاری. توی بچگی من که به دنیا اومده بودم یه سکه روزی که من به دنیا اومده بودم بانک مامانم میبره، یه وام خیلی بزرگ مادر بزرگم که مثلا سالها دنبالش بوده همون روز بهش میدن. خب و خب تو خانواده من مثلا اون موقع شاید احتمالاً به شانس اعتقاد داشتن و این روی من از بچگی موند که من آدم خوششانسی هستم، چون این داستانم زیاد برام تعریف میکردن توی خانواده. تا اینجا که متوجه شدی که بعدم نتیجه دیگه. چند سال پیش من مثلا چند سال پیش مثلا فکر کنم 3-4 سال پیش بود، من با دوستم توی یه شب با 2 سیستم بغل هم با یه نت خب ایران خودرو ثبت نام زدیم، یه ماشین ثبت نام کردیم. خب تو بردی اون نام 6 ماه زودتر ماشین رو به من دادن، همون یه ماشینو. خب و حق ملتش تو میخوری صفا باشه. بعد من اونجا این باوره تازه تشدید شد. گفت ببین از کات خارج نشی. آره داری میری اون. آره بعد این باوره چیز شد، تشدید شدش. گفتم که خب ببین من خودم واقعا اعتقاد به این دارم که آدم خوششانسی هستم. آره دنیایی هم که دارم تجربه میکنم همینه. یه چیزی داره که یه شعری از مولانا خب که یادت نمیاد، اون یادم میاد خدا رو شکر. خب که میگه کیست در درون که از دیده برون مینگرد. آره آفرین. خب کیست در درون که از دیده برون مینگرد. خب؟ کیست؟ میگه که کیه توی ما که از توی ما با چشم ما به بیرون داره نگاه میکنه. کیه؟ خب تا سال 2002 فکر میکردن که ما دارای یک روح هستیم که این روح در درون ماست. درسته؟ اومدن آزمایش‌های انسانی انجام دادن و دیدن تو ما هیچی نیست، تو ما هیچ چیزی که ما مثلا یعنی روحی وجود نداره. این فکت داری میگیم میگن یقتو میگیرن. فکت. برین تحقیق کن اگه اشتباه کنم دیسپنزا این کارو کردش. اینم اسمش حتی یادت بود. اینم یادم. واقعا من خودم برای خدا شاهد قلبم گرفت. دکتر دیسپنزا هم این کارو کرد. دیسپنزا خب دیدم ما روحی توی ما نیست، ولی خیلی به صورت عجیبی خب هممون به یک جایی خارج از اصلا هر چیزی که تصور بکنی وصلیم.
خب هممون یک چیز مشخصی که اصلا توی هیچ جای کره زمین وجود نداره وصله. خب از ژن دی ان ای. بعد اومدن این چیزو اینو که اثبات کردن سال 2000 فکر کنم 3 یا 4 بودش. سال 2009 خب وی آر اومد و از روی واقعیت مجازی و از روی این نظریه من براتون ترجمه میکنم که متوجه شید. و از روی این نظریه اومد. خب ما چرا؟ حالا گوش بده. حالا داشته باش. الان شما فرض کن میخوای جی تی ای رو با وی آر بازی بکنی. چه عشقی کنیم؟ خب چه عشقی میکنی؟ شما وی آر رو میزنی. تو که پوریایی. آره. اینجا نشستی. ولی میشی کار جانسون. آره. تو CJ. اگر 5 سال چیه؟ اگر 3 ماه این رو صورتت باشه و فقط تو جی تی ای بازی دیگه بکنی پوریا نیستی. دیگه یادت میره اصلا کجا بودی. آره. اینم هست. اصلا یادت میره کجا بودی. خب حالا فرض کن یه جا میمیری توی جی تی ای، هر جا که مردی عینک رو صورتت برداشته میشه. اوه منو کجا بردی مرد؟ واقعا قشنگ بود. اینجا رو که گفتی یهو اینجوری کردی. صفا هیپنوتیزم شدی. عینک که رو صورتت برداشته میشه تازه تو میفهمی که دوباره مولانا یه شعری داره که این شعره دیگه واقعا یادم نمیاد. ببین خدا شاهده بهت نمیخورد هم چیز قشنگی بگی. صفا کردی. آقا توی کامنت به این حالی بهش بدی. یه شعری داره. نه ببخشید مولانا نه. همه رو بس یادی مولانا دی. 2 تا تعریف کردیم ازت. افلاطون یه جمله داره اصلا شعرم نیستش. میگه تا زمانی که شما نمیری زنده نمیشی. ولی اونو من بیشتر دوست داشتم. اجازه بده که بعد داستانش چیه؟ داستانش این رو روی یه نقاشیه. حالا نمیدونم این نقاشی واقعا نقاشی قدیمی بوده یا کسی این نقاشی رو کشیده. من معمولا این جمله رو اون نقاشی دیده بودمش، حتی تو یه کتابی هم اون نقاشی بود که یه صخره بود. شما فرض کن اینجا مثلا یه صخره است. خب اینجا یه سری آدم نشستن خب با عروسک دارن رو صخره نمایش ایجاد میکنن، با پایینیا خوشحال. یه سریا با بدبختی با ناراحتی اینا دارن از این صخره میرن بالا از اینجا فرار کنن. یه سری هم روی سطح زمینن خب که روی سطح زمین ردیفن، توپن خوشحال و اینا. تفسیرش این بودش که اونایی که دارن خوشحالن دارن اون نمایش رو میبینن ماییم. خب اون آدمایی که مثلا میگن 5% خب توی دنیا آدمایی هستن که بیدار شدن، بیدارن، یعنی از نظر معنوی بیدار شدن و این داستانا رو دیگه کاملا میدونن و اینا. بیدار شدن و دارن سعی میکنن این از این 5% 2%شون داره سعی میکنه دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنه، 3%شون آدمایی هستن که بیدارن و دارن دنیا رو از قصد تبدیل به جای بدتری میکنن. حالا این فلسفه هم وجود داره. خب حالا زیاد وارد اون نمیشه. خب ولی تفسیر این عکسی این بودش اونایی که دارن اینجوری نمایش ایجاد میکنن که مثلا آدمای عام لذت ببرن و از اون برم داستان، اونا همون بیدار بدان. خب اونایی که دارن میرن بالا با ناراحتی و فلان و اینا، اونایی که دارن تلاش میکنن بیدار شن، اونایی هم که بالا بیدارن و مردن و رسیدن به بالا. خلاصه این فلسفه اینجوریه دیگه. قشنگ این یه تیکه قشنگ، حالا فکر نکنم زیاد ربطی به داستان ما داشت ولی قشنگ بود در مجموع. مثلا یه تیکه عینکو برداشتی که واقعا خدا شاهده اصلا قلبت گرفت. قلبم گرفت. ولی بذارین دوباره برگردیم به اون موضوعی که ولی این جالب بود اینکه قربان شما آقا سلام پررو نجا برگردیم به اون جایی که اون نکته رو گفتی که هیچ چیزی قطعی نیست، همه چی نسبیه. خب میتونیم این داستان اینجوری بگیم که آقا اون قسمت اولی که من صحبت کردم که اگه جایی کمک میگیرن ازت تو هم کمک بگیر. آره. و اگه کمک نگیری تقصیر تو نیست که کمک نکردن. آره منظور دین بود. یعنی حالا من می‌خواستم بخش دوم داستانو بگم. ببین من میرسیم به این که آقا اگه مثلا وقتی به یکی کمک میکنی کمکی نمیبینی، پس چرا میری کمک میکنی به یکی؟ یعنی اگر اینو قبول نداشته باشی، خب مثلا یکی مثل من، خب
که اگه من به یکی کمک میکنم در قبالش کمکی نمیبینم، یعنی از این نوع کارما وجود نداره. این باور رو داری تو؟ مثلا این باور رو دارم. خب پس برای چی میرم به یکی کمک میکنم؟ میری اینا رو تست بکنی ببینی وجود داره. نه دیگه، مثلا فرض کن تست کردم خب همچنان باز و دیدم، ولی میرم به یکی دیگه هم کمک میکنم، مثلا یکی بینم نیاز داره به کمک انجام میکنم. میدی. آره همچنان انجام میدم. خیلی کما ولی ببینم یکی واقعا نیاز داره انجام میدم. حالا اینو بذار من بهت بگم. نه دیگه بذار من اینو بگم، یادم میره. من به این داستان اعتقاد دارم، من به اثر پروانه اعتقاد دارم. میگم آقا من این حال خوبه رو به این آدم میدم، خب شاید اون موقع من چیزی نبینم، خب ولی شاید تأثیری بذارم که اون حال خوب به من برگرده. یعنی مثلا این آدم همین اثر پروانه دیگه بره دور بزنه، آره دوباره برگرده به من. خب من سر این داستان شاید بعضی وقت میگم من زیاد آدم اینجوری نیستم که مثلا حالا الان اینجوری شدم، قبلا خیلی بیشتر بودم. قبلا اینجوری بودم که هر کی رو میدیدم کمک میکردم، ولی الان کمتر شد. دلیل کمتر شدنش هم خب شاید اینه که اثر پروانه‌ای یه جا قطع میشه. یعنی اونقدر شاید چیزی که میدی رو پس نمیگیری. اینم به خاطر خیلی چیزا تو جامعه ما، به خاطر اینکه مشکلات انقدر فشار زیاد شده که شاید اصلا طرف یادش میره که این محبت رو دیده یا این حس خوب رو دیده. یعنی دیگه یه جایی این چرخه قطع میشه. سر همین شما الان مثلا مقایسه کنیم ما رو با مثلا 10 سال قبلمون، خب به نظر من خودم شخص جایی که هستم و آدمایی که دارم میبینم، حتی خب جای دیگه هم میبینه آدم دیگه، به نظرم خیلی کمتر شده کمک کردن ها. یعنی حال خوب دادن ها. حالا نمیدونم این واسه همین داستان این که کارمایی ندیدن، خب حالا بذار من بهت یا چیز دیگه است. حالا بگو یه عینک دیگه به ما نشون بدی لخ میشم. همون کارم زورا عینکه. ببین قند داری؟ آره بذار میارم. بفهم. نه میشه شیرینی شکلات هم بیاری؟ نه همین خوری تو؟ نه میدونی شکلات بده. شکلات نمیتونی بخوری. با صحبت کن ملت وایسادن. ببین بفهم. چرا قند نمیخوای؟ بفهم. من چون اعتقادم گفتم دیگه چه شکلیه دیگه، یعنی دیدم مثلا به دنیا چه شکلیه. من دارم اینجوری نگاه میکنم که من تو بازی جی تی ای ام. خب من تو بازی جی تی ای ام. حالا که من تو بازی جی تی ای ام خراب نکنی قبلیه رو. نه تو اوج خدافظی. نه من تو بازی جی تی ای ام و حالا که توی یه بازی جی تی ای ام که حالا مثلا نسخه چه میدونم ورد داشته باشه، نسخه این جهان خودمون داشته باشه، حالا بعد یه سری قوانین وجود داره. قوانین دیگه سالهاست اثبات شده دیگه، همه چی توش دخیل میشه، مثل قوانین فیزیک، مثل قوانین شیمی، مثل یه سری قواعدی که دیگه اصلا هست دیگه، با چشم میتونیم ببینیمش. مثل دقیقاً جی تی ای که اگه من کار جانسون باشم نمیتونم برم تو خونه ها تو سن آندریاس، نمیتونم برم. این قانون توی اون بازی برای من وجود داشته. خب حالا ما قانونایی که نمیبینیم و متافیزیکه، خب نمیتونیم راجبش اینجوری نظر بدیم چون هیچ قطعیتی هم وجود نداره. بله. خب حالا بیا فرض بکنیم خب این قانون واقعا وجود داره، مثل همین اثر پروانه‌ای و نمیدونم فلان و فلان و فلان این داستانا. بازی هم این شکلی هست، این ثابت شده دیگه. اینه که دیگه فکر کنم همه تو این چند سالا انقدر ازش هم سوء استفاده هم شده که قانون جذب و فلان و این داستانا، این تقریبا ثابت شده که شما داری تو باورهای خودت زندگی میکنی یه جورایی. خب بله. یعنی اگه مثلا دارم میگم آدم بدبینی هستی، خب اتفاقا یکی رو جذب میکنی که بدبینی تو رو تشدید بکنه و با اون بیشتر تازه حال میکنی تو ارتباط ها. این اصلا روانشناسی بهش میگن جذابیت طرحواره‌ای. بنازم اطلاعاتو بریزم بپاشم رو میز. خب بهش میگن جذابیت طرحواره‌ای هستن، پس این ثابت شده. خب حالا فرض کن بازی هم قانونش یه همچین قانونی تو این بازیه، مثلا سن آندریاس هم وجود داشت. اون آدمی که پشت اون بازی نشسته بود و داشت اون بازی رو انجام میداد، اگر باور داشتش که مثلا من آدم بدشانسی ام، پاش از خیابون میذاشت، من انگار چیت زده بودن، تاپ ماشین میومد بهش میزد، واقعا بدشانسی می آورد.
خب آره. یا مثلا اگر به اثر پروانه اعتقاد داشت، خب بالاخره اون اثر یه جوری میرسید اون اثر پروانه بهش، به هر چیزی خب. که اعتقاد داشت. خب سن آندرس نبود؟ من اینو خیلی باش مشکل حالا میگذاریم دارم. از این تو کامنت ها. نه یه سریا میگن سن آندریاس، یه سریا میگن سن آندرس فکر کنم. یه سریا میگن سن آندرس. شما کامنت بذارین به ما بگید. من سالها میگفتم سن آندرس. الان دیریاس کردی؟ دریاسش کردم. خب اسپلشو ببین، من اسپلش یادم نمیاد ولی سن آندرسه. حالا خب حالا این چیزی که تو میگی ربطش به اون چیزی که من گفتم چیه؟ اثر پروانه که من gفتم. همین میگم خب. تو به اثر پروانه اعتقاد داری، خب برات اتفاق میافتاده. الان اعتقادت و باورت نسبت به همه اینا کمتر شده، کمتر اتفاق میفته واسه. خب آخه اون موقع که اعتقاد داشتم هم همین بود اوزا که. خب میگه اون موقع که من اعتقاد داشتم یه جوری بالاخره میرسید بهم، الان کمتر شده. آره. خب خب نه مثلا همون داستان حس خوبش آره دیگه. خب دیگه. راست میاره. خب ببین یه آدمی که پا میشه خب یه چیزی الان تو بگی مثلا اون کمک نمیرسه، یعنی من اعتقاد ندارم نمیرسه. کم شده. نه همون داستان مثلا بنزینه. آره یعنی من اعتقاد نداشتم که نمیافتاده، یعنی اعتقاد داشته باشی کارما میاد. به نظرم میاد. میتونه دقیق باشه. نمیتونم 100% بگم، مثلا چیزی نیست که راجع به 100%ش بخواد آدم صحبت بکنه. آره قشنگه. مثلا آقا تو اگه به یکی کمک میکنی، خب شاید موقعی که کمک نیاز داری همش پس زنت اینه که بابا انا کسی نمیاد ما رو کمک کنه. خب دیگه نمیاد. شاید یا نه این ببین ما توی یک دنیایی داریم زندگی میکنیم. ببین من برات یه مثال بزنم پرات بریزه اینجا رو. خب این واسه من فکر نکنم دیگه مثلا اون مثال بتونی بزنی، ولی بگو. این قشنگ برای من اتفاق افتاد. خب من پرشیا خریدم. خب چوتی. آره ایول. پرشیا خریدم، همون ایران خودرویه. پرشیا خریدم. ببین پرشیا دیگه یه ماشین روندیه که دیگه همه جا الان هر کی پنجره خونه‌شو بره کنه یه پرشیا پارک کرده. خب آقا من پرشیا رو احساس میکردم مثلا تا حالا نمیدیدم تو شهر. حالا که خودم پرشیا خریدم هی خب؟ میبینی. هی میبینم. ولی خب؟ زیاد بود آخر. از قبل زیاد بود. آره. خب مغز من اصلا پرشیا تو شکل نگرفته بود که من هی تو دنیای خودم، درونی خودم، بیرونی محی بسازم، پرشیا رو بسازم. رد میشد، اصلا نمیدیدمش. روزی 50 تا پرشیا بغل من هر روز رد میشد، اصلا نمیدیدمش. خب بعد تو این فکر افتادم که مثلا پرشیا رو کنم دنا. خب ببین تو این فاصله ای که میخواستم دنبال دنا بگردم و فلان هی دنا میدید. هی دنا میدیدم، دنا وجود داشت، من فوکوسمو میکردم هی رو دناها. این که درسته. خب همینجور ماشین بعدی هی این اتفاق افتاد واسم. این داره میاد تو. آره. خب بعد خب الانم ممکنه کمک رد بشه، یا عالمه کیس کمک رد بشه و تو دستت بالا نیست. آقا من کمک میخوام. خیلی قشنگ میگی. ولی باز اون عینکه نشه. و یه داستان دیگه میخوای باز تلاش کنی؟ نه آقا ولم کن. اون عینکه یه داستان دیگه. ببین یه سری چیزها هم خب اسکیلاییه که تو بازی ما میگیریم. شما مثلا وارزون که بازی میکنی، بازی نکردم. منم بازی نکردم، یکی از دوستان بازی میکنه، میدونم که ببین اطلاعات دریا. خودت بازی نکردی به اطلاعات وارزون میخوای بدی. ببین دوستان بذارید تو کامنت غارتش مثلا شما فرض کن وارزون که بازی میکنی، کال اف دیوتی داری بازی میکنی، یه سری مثلا جلیقه میگیری، یه جایی مثلا تیر میخوری، مثلا 5 تا جون داشتی 2 تاش واسط میمونه. این جکلی همه تجربهش کردن. حالا شما فرض بر این بذار ما الان تو زندگیمون، حالا وارزون مثلا کال اف مثال میزدی بیشتر شد بازی کردن. همونه دیگه. آها راست می کال اف دیوتی وارزون. ده. یه چیز دیگه آخه بود نه اون چیز بودش ورد وار 2 تا آلستا رو میگه دیگه. نه یه چیزی بود بابا آهنگم این بچهای زد بازی آهنگ براش خوندن. چی بود بابا؟ یه آهنگ براش خوندن بچه‌ها، اینو قطعا میدونید من کدومو دارم میگم. من با اون قاطی کردم. بابا برای بازی‌ها زوم میدوید فرار میکرد. نه اونم چیز بود، همین اولش از تیراندازی این داستانو. نمیدونم. حالا شما فرض کن تو زندگی ما هم یه سری اسکیلا بهمون داده میشه، یه سری اسکیلا خوبه، یه سری اسکیلا بده. مثل همون تیریه که خوردی، مثلا 5 تا جون داشتی الان 3 تا دیگه، از اینجا به بعد با 3 تا بری. خب حالا به عنوان مثال
ما در طول دوران کودکیمون تا نوجوانیمون خب همه آدم ها 100% آدم ها خب حالا اگه نگم 100% واقعا 99.999% آدم ها این اتفاق واسه شون میفته، آسیب روحی میبینن. خب آسیب روحی رو بیرون اتفاقی نیفتاده که این آسیب روحی ببینن. حتی طبق گفته خودت تو سال 2002 ما روحی نداریم آخه. نه آسیب رفتاری شناختی روانشناسانه روان داریم. روانشناسانه روحی گفتم نه روحی روانی منظورم بودش، منظور که روان یعنی خطاهای شناختی رفتاری داریم همه ماها. خب یه سری خطاهای رفتاریه که شناخته شده، یعنی دیگه قابل تشخیص، مثلا میگن یارو مثلا این رفتار رو داره اینه اینجوریه. خب داریم. برات مثال میزنم که هیچ کس هم مقصر نبوده. به عنوان مثال من الان یه بچه مثلا 2 سالم که فقط میتونم گریه کنم، رو تختم مادرم کاراشو انجام داده، کارای منم انجام داده، غذای منم داده، رفته دوش بگیره، من همونجا کارو خراب میکنم، کار خراب میکنم. آفرین. خب بعد گریه میکنم که مادرم بیاد، خب مادرم نمیشنه. خب من اونجا امکان داره یه سری آدم مثلا چندین درصدش رو نمیدونم چیه، ولی مثلا اینقدر درصد از آدم‌های دنیا این رو تجربه کردن تو اون کودکی که من برای مادرم مهم نیستم که مادرم نمیاد. احتمال داره تجربهش کنی. خب نه کردن این یکی از همون چیزای شناختی شده است که احتمال داره یه سری احتمال زیاد اینو تجربه میکنی حالا به یه نوع دیگه ایشه. خب و شما تو بزرگسالی دوچار یه سری طرحواره میشی، مثل طرحواره ایثار مثلا. خب طرحواره ایثار چیه؟ شما خدمت میکنی که دوستت داشته باشن. خب خدمت میکنی که دوستت داشته باشن و برمیگرده به اون داستان. شما این فرض کن این ویژگی رو، این لباسه، این لباس اسکیلیه که تو بازی داری پوشیدیش. خب خیلی جاها هم کمکت میکنه، یه سری منفعتا داره، تو رو آدم کولی میکنه، باحالی میکنه، مهربونی میکنه، فلانی میکنه، تا جایی که به خودت ضربه میزنه که از ضربه بزنن با اون بشه نقطه ضعفت. از اونجا به بعد شما میری با روانشناس پاکش میکنی. کار روانشناس کلا همینه. روانشناس خوبه اگه پیدا کردین. کار روانشناس در همه حوزه‌ها درمان کلا با این یه تیکه است که یا داره بهت آسیب میزنه یا خودت از طریقش داری به خودت آسیب میزنی. این فکته داری میگی؟ این فکته. بچه خودتون میدید. خب حالا شما حسابشو بکن، اینو فرض کن یه لباس تو بازی پوشیدی. خب هی زیادی داری ازش استفاده میکنی، کرکاش اینجا تو میخوره. آقا دیگه این نه ربطی به سازنده بازی داره که خدا مثلا باشه، ما به عنوان خدا حالا مثلا یا نه ربطی به ویاری که تو چشممون داره، دستگاه خرابه اینجا کرکش ما رو تو داری زیاد استفاده میکنی، تو داری این کارو میکنی. قوانین بازی یه جوری مراحل واسط چیده که مثلا حمید رضا کت مثلا خوشبینی بزنه، پوریا مثلا کت مثلا حالا یا برعکس عینک خوشبینی بزنه مثلا. آفرین. خب قشنگ‌ترش. آفرین. یا مثلا حمیدرضا عینک بدبینی بزنه، پوریا عینک خوشبینی، یا برعکس. قوانین بازی تو مراحل بزرگ شدن با من خیلی متفاوت بوده. یه جای دیگه، یه محله دیگه، من یه جور دیگه از اون وسیله شاید استفاده کردم، تو یه جور دیگه. آفرین. پس این دیگه ربطی به دنیا نداره آقا. این با 2 تا چیز باعث میشه که آدم، حداقل این فلسفه باعث میشه، یه چیز دیگه هم هست حالا بگو من بدونم، باعث میشه 2 تا اتفاق تو درون آدم بیفته. یک، انقدر از دنیایی که توشی شاکی شکار نباشی. انا مثلا چیزی راجع به همین بگم، دنیایی که توشی شکار نباشی، یعنی تقریبا صلح با، حالا یه سری میگن طبیعت، دنیا، جهان فلان، یکم با خالقت. حالا من اصلا کاری ندارم، اون یه بحث دیگه است، ما خالق داریم نداریم، اون یه بحث دیگه است. با تصورات من که حالا یه پادکست دیگه راجع به این توضیح می‌کنیم، ما خودمون خالق خودمونیم. خب ما خودمون خالق خودمونیم که اینو با دوباره با فکت واسه میگم، یه دونه همون مثالا میذارم پرات بریزه. خب بعید میدونم ولی خب آره ما خودمون خالق خودمون. ولی من چیزی میگم این وسط، اینو بگم بگو. با خالق هم دیگه اینقدر سر جای آقا این چه زندگیه خدا. آقا ول کن، زندگی تو بکن.
یعنی با این چیزایی که الان هست بدون زندگی تو کن. به خدا فرصت زندگی کردن خوب برای همه آدم ها، برای 90% آدم ها هست، برای اون 10% هم که نیست با یک تلاشی به اون مرز 90-10 میرسن. میدونی فقط کاملا، یعنی ببین فرق بین دو تا آدم، دو تا بچه از یه خانواده با یه مقدار پول، با یه مقدار ساپورت، با یه مقدار پارتی، خب میتونه این دوتا آدم تفاوتشون توی نگاه این آدمه با این آدمه باشه و این آدمه بدبخت بشه و این آدمه خوشبخت بشه. خب پس به نظر من فقط این نیستش که فقط برم کار کنم. ببین الان یک آدمی که سر ساختمون کار میکنه، اصلا کارش هم درست، تمیز، اوکی، همه چی درست، خب ولی زحمت بیشتری داره میکشه. یه راننده یه تاکسی زحمت زیادی میکشه از نظر فیزیکی، خب ولی مثلا میگم یک فریلنسر، یه مثلا تهیه کننده، یه کارگردان، یه نمیدونم پزشکی فلان زحمت کمتری میکشن، خیلی زحمت کمتری میکشن، زحمت کمتر رو فیزیکشون میکشه، بیشتر منتالشونه که داره میکشه و اونا پول بیشتری میگیرن، خیلی پول بیشتری میگیرن. پس به نظر من واقعا هر کسی تو دایره تفکرات خودش زندگی میکنه و دنیاش همون شکلی شناخته میشه، شکل میگیره، مگر تغییر، مگر زمانی صورت میفته که اول، برای من اینجوری بوده، من کار ندارم، اول بیان این دیدی که من پیدا کردم نسبت به دنیا رو بشناسن، خب بعد این میفهمن که خیلی خوب میشه تغییرش داد یه جور دیگه. یه مثالی تو روانشناسی هست، میگن انقدر ادا در بیار تا واقعی بشه. این یه تکنیکه برای اینکه یه باورتو تغییر بدی. برای درمان یه سری اختلالات این رو میگن یه فلش کارت درست بکنین که مثلا بگین اگر توی این موقعیت اون الگوی ذهنی من بود چی کار میکرد. خودتون رفتار نکن چون رفتار شما تحت سلطه طرحواره است. خب و میگن انقدر اداشو در بیار تا واقعا بشه، چون اداشو که هی در میاری اون شبکه عصبی رو توی مغزت اون شکلی انگار اون عینکه رو میزنی، با یکی دیگه داری بازی میکنی، اسکیلتو عوض میکنی. خب اسکیلت رو عوض کردی، نه بیاره منظورم انگار با یکی دیگه داری بازی میکنی. آفرین. خب انگار داری با یکی دیگه بازی میکنی تا یاد بگیری اون یکی دیگه دنیاش چه شکلیه. حال کردی تو دیگه خودت اولین لذت یک چیزی، یک تغییر رو ببری، دیگه اون تغییر رو تثبیت میکنی. چرا؟ خودت دیگه انجام میدی. به عنوان مثال من تو ارتباطم مثلا یه سری داستانا داشتم، خب یه سری انعطافایی نداشتم، رفتم انعطاف مثلا پذیرتر بشم. به محض اینکه دستاورد اون انعطاف پذیریه که ارتباط بهتر برای من بود دیدم، اون تثبیت شد و من شدم آدم انعطاف پذیر. اینجوری به نظرم میتونی آدم تغییر بده و زندگی رو برای خودش شیرین بکنه. یه چیزی میخواستم بگم، مثلا همون داستان این که مثلا عینک خوشبینی رو من میزنم یا مثلا نمیزنم یا هر چی بدبینی رو میزنم، میخواستم بگم که اون قسمتی که داشتی میگفتی که شاید تو زیاد از این عینک داری استفاده میکنی، خب من میخواستم اینو بگم که شاید توی بازی تو مسیری رو بری که بیشتر مجبور بشی از اون استفاده بکنی. آره و اون تثبیت میشه میشه. حالا اون مسیره ممکنه خودت رفته باشی، جبر زندگی باشه، یعنی مسیر یه جوری رفته که مجبور شدی از اون عینک بدبینی یا خوشبینی یا هر چیز دیگه ای زیاد استفاده کنی. من پدرم در 8 سالگی رفت از ایران و من خلأ عاطفی رو احساس کردم. آره. یک تایمی باج میدادم به آدم ها. آره. تو ارتباطاتم. حالا اینجوری پول بدم آقا تو رو خدا مثلا دوستشون، نه باج عاطفی دیگه. آره. بعد اینو متوجه شدم، تغییرش دادم. ولی در کل بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم با این صحبتایی که شد و همه این داستان و این اتفاقات، فکر میکنم به این نتیجه میرسیم که کارما بستگی به این داره که تو چی جوری داری نگاه میکنی. اعتقادش داری یا نداری. اگه داشته باشی به نظر تو اتفاق میفته، اگه نداشته باشی هم اتفاق نمیفته. من یه دوستی داریم میونه کلامه، یه دوستی داریم که پروفسور روانشناسیه. خب پروفسورای روانشناسی داره و اصلا یه آدم عجیبیه.
یه جمله میگه هر موقع آدم جدیدی رو ببینه و راجع به روانشناسی ازش یه صحبتی بکنه، چون دیگه اصلا دیگه خدای این کاراست، یه جمله بهت میگه ببین تو به سنگم اعتقاد داشته باشی سنگ برات معجزه میکنه. تو به سنگ اعتقاد داشته باش. خب بیا یه داستان تخیلی همین الان اومد تو ذهنم. کما اینکه داریم مثالاشو میبینیم ما تو جای مختلف جهان که خب به چیزای اعتقاد دارن و واقعا میفته، واقعا واسه اتفاق میفته. آره خب بابا میرن قربونی میکنن بارون میاد و بارون میاد. خب حتی داشتیم قربونی کردم بارون نمیاد. نه دیگه. ولی منظورم به اینه که بیا اصلا یه فیلم تخیلی، من یه آدمی هم که میخوام به سنگ اعتقاد داشته باشم تا سنگ به من گل بده و گل میده 20 سال یه سنگو بذاری تایم لپسشو نگاه بکنی ممکنه وسطش یه شاخه چیز بزنه. دیدیم این چیزا. خب دیدیم دیگه. خب هم میده. آره پس خلاصه مفید همونی که گفتیم دیگه، یعنی کارما بستگی به این داره که تو چجوری میخوای فکر کنی. و نکته جذابش که در واقع خود من جذاب بود این که اگه میبینید یه جایی یا بذار اینجوری بگم، خواستاتون رو درخواست کنید، بیان کنید. آره بله. یه موقع میبینید که شما نیاز به کمک دارین و هیچ صدایی هم ازتون در نمیاد و کسی کمک نمیکنه. به خاطر اینکه آدما اگر می‌خواستیم خواسته هامون رو درخواست نکنیم که بعدش دریافت کنیم، ما دهن نداشت. قدرت تکلمی نبود. ببین ما یه سری از کارا که باز هم این فکته، حتی باز ببین به شخصیت هم برمیگرده. یکی مثلا به ترواره برمیگرده. آره دقیقاً به ترواره که مثلا طرف آقا شاید اصلا خجالتیه، یا مثلا چه میدونم آدم مغروریه، یا مثلا چه میدونم هزار تا چیز. نه اصلا برات یه مثال برات بزنم. ممکنه من این تجربه رو دارم، آدمی رو میشناسم که این باهاش این تجربه رو دارم. در کودکی هر چی درخواست کرده، حالا مثلا دو چرخه خواسته، مامانش رو گفتم حالا بعداً برات می‌خریم، اون قانع شده، سرکوب کرد. بعداً هر درخواستی هم داشته باشه مثلا یه بار، حالا ببین چه شکلی ترواره میگیرتت. یک بار شما میای درخواستتو میگی، خب ترواره تو اون عینکه تو صورتته، هنوز اون اسکیل تو صورتته، مقاومت میکنه. شما این عینکو بخوای الان فریمت رو عوض بکنی، شکلش عوض بکنی، انقدر داغ میشه، باید داغش بکنی، آتیش بگیره، سرخ که شد راحت حالا عوضش بکنی. خب سختی تغییر هم اینجاست، همینجاست که جا میزنن اینا باید نشال کرد. خب سختی تغییر اینجاست. شما یه میله رو بخوای خمش بکنی، اینجوری بخوای خمش بکنی که نمیتونی، تازه اگه بتونی ممکنه ترک بخوره بشکنه، اصلا اصلا داغون بشه. خب یک موجوده، ببین یه دوتا تخم مرغ رو در نظر بگیر برای اینکه به محتوایی آره توش آسیب نبینه. خب شما هیچ حالتی نمیتونی اینو بشکنیش، یعنی یه جوری باشه که از تو یه چیز جدید بیاد بیرون، ولی بپزیش نه. چی؟ فقط زمانی اتفاق میفته که این موجودی که این توه که اول مایه بوده بشه یه موجود دیگه و حالا بپزیش هم میشه و خودش پوسته‌ای که داره رو باز کنه بیاد بیرون، یه چیز دیگه میاد بیرون، جوجه میاد بیرون. خب به خاطر همین داستان چی داشتم گفتم؟ بس عینکه بود که گفتیم آره تو با اون عینک نمیتونی. میری شما اولین بار مثلا میخوای فهمیدی این داستانو داری، من آدمی هم که حالا به هر دلیل درخواست کردن واسم سخته. آره. میرم یه درخواست میکنم، خب من اون عینکی تو صورتمه، اون عینکی کار خودشو میکنه تا زمانی که کج بشه. خب هر باری که تو مقابله باش میکنی اون داغ‌تر میشه. خب رد میکنه. دیدی 99% آدمون که دیدی بل میکنه ماجرا رو. آقا انقدر تمرین کن، انقدر ادا در بیار تا بشه و از ناراحت شی. نه آقا یارو نتونسته اونجا کمک، یا حال نکرده کمک کنه، نخواسته، نتونسته، شرایطشو نداشته. آره. هزار تا چیز. آره ولی تو باید بخوای که یارو بتونه به کمک کنه، چون دیدی میگن ندونسته که یارو نمیتونه. خواستن توانستن است. خب این دیگه هممون شنیدیم. نه من زیاد نشنیدم. صفا باشه.
هولاکویی با این جمله خیلی دکتر هولاکویی با این جمله خیلی مخالفه. من با هولاکویی مخالفم خیلی جاها، خیلی یه سری جاها موافقم که اون یه سری جاها توی پادکست قبل اینو گفتی الان همش موافقی. نه که ما داریم پیش همینو دارم میگم، یه سری جاها موافقم که این یه سری جاها رو میگم اتفاقا همش داری میگی ولی چیز خواستن توانستن است. میگه این جمله خطرناکه. آقا یعنی چی خواستن توانستن؟ من الان پرش میخوام. من یه پرش میخوام باید انقدر ادای زندگی یه آدمی که پرش داره رو در بیارم. اگه بخوام اداشو در بیارم تازه میفهم مثلا یارو چه میدونم مثلا 9 صبح میره شرکت. خب اگه من بخوام ادای اونو در بیارم یه شرکت احتیاج دارم، یه شرکت برم برای مسیر ساختن یه شرکت بعدش پرشه میاد. چون من تونستم ادای اونو خوب در بیارم. ولی الان من میگم خواستن توانستن، من یه پرش میخوام. حتی این خودش واقعا 3-4 تا پادکست. آره من یه پرش میخوام الان. واقعا بعد مثلا راجع به اون کلی هم صحبت. ولی الان من یه پرش میخوام. آره. پرش نمیدم بهم که. من افسرده میشم. تمام. از کجا افسرده میشم؟ از کجا از زمین و زمان شاکی میشم؟ از اونجایی نه از خواستنم. ولی پشتش اینه که هیچ اطلاعاتی راجع به بازی که توشم و دارم انجام میدم ندارم. من با کارل جانسون میرم سر خیابون تیر هوایی میزنم، ماشین پلیس میاد از اون رد میشه، میگم ای بابا ما که هیچ کیو نکش. شانس ما رو ماشین پلیس هم از ما رد. آقا نزن نیفته دنبالت. آره. در کل همش برمیگرده به همون دیگه. شما چه جوری کار ما رو میبینید؟ ببین مثل صحبت اول من مثل این میمونه که مثلا تو بگی آقا من کمک میکنم ولی کمک نمیبینم. ولی خب آیا تو خواستی که کمک بگیری که نگرفتی؟ آیا اصلا طرحوارت رو میشناسی؟ شاید طرحوارت داره نمیذاره. آره. یه رفتاری هی میکنی که نمیشه. ولی در کل شما به کار ما اعتقاد داری؟ به سبک خودم بله. به سبک خود بله. منم به سبک من بله. به سبک نه منم دارم الان چون ببین یه سری صحبت‌ها شد که مثلا شاید آدم باید باز بهش فکر کنه، ولی این که باز بستگی به این داره که شما چه جوری داری زندگی می‌کنی هم من خیلی قبولش دارم. یعنی اینو تو همه چی قبول دارم، اینکه شما چه جوری داری زندگی می‌کنی و چه جوری داری اون موضوع رو می‌بینی. و هم مثلا این مثالی که زدم شاید جبر زندگی باعث بشه که تو اونو بیشتر برداشته که آره که اصلا تو الان به کارما اعتقاد نداشته باشی. جبر زندگی ممکنه باعث شه که سیبری باشه هر روز کتت پشمی بپوشه. آره. و دستش سفید باشه. آره. عشق اینو داشته باشه بره برنزه بکنه مثل روسا. آره. ولی جبر زندگی باعث میشه یکی مثل ما تو خاورمیانه دستمون همیشه دو رنگ باشه. آره دو رنگ. خب اینا مثل همونه دیگه. این جبر مثلا همینه ما دوست داریم بریم روسیه، اونا هم دوست دارن آفرین. مثلا شاید ایران دوست نداشته باشن ولی ما مثلا ولی سواحل دوست داریم. کاری نداریم. جمع‌بندی هم که کردیم. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین. سعی کردیم چیزایی بگیم که به دردتون بخوره، جذاب باشه. البته ما فارغ از این که شما چه برداشتی از صحبت ما میکنید، ما کاملا نظر خودمون رو میگیم و امیدوارم هم شما به نظر ما احترام بذارین، همین که خوشحال میشیم هم نظراتتون رو تو کامنت ها ببینیم و قطعا استقبال میکنیم و قطعا اگه چیز مفیدی باشه توی پادکست که دیگه نمیگیریم، توی ویدیوهای بعدی قطعا راجع صحبت میکنیم. مرسی که ما رو سابسکرایب میکنید، مرسی که لایک میکنید، مرسی که به دوستانتون معرفی میکنید و اینکه نظری هم بود باز تو کامنت ها برامون بنویسین. لایک و اینا هم که یادتون نره. صحبت آخری ندارم، من دیگه صحبت خاصی ندارم. امیدوارم که بحث شیرین شده باشه، جذاب شده باشه، به درد بخوره. البته بازم نظرمون ما باز هم اگر به این اعتقاد داشته باشیم اول از همه که تو ووکاورد داریم زندگی میکنیم، نظرمون اینه که نظر پوریا ممکنه، نظر منم ممکنه. بله. خب و اینکه همین مخلصم فعلا. مرسی گوش دادین و ما رو دیدین. ممنون. خداحافظ.